آببندی میلنگ ایکسو 7 این بغلیاتقانیاشو مقدار روغن میزنیم. بعد این چاکایی که داره مال روغن کاریه به سمت میلنگ اینجوری میره جا. این هم کفیش به این صورت. این مقدار روغن کاریش میکنیم. اینجوری میره جا. چاشم میذاریم روش. آروم به کف میرسونیم. بعد توکمترشو میکشیم. توکمتر قبل تنظیم شده. تقه های ریز و توکمت باید داشته باشه.